یکی از دوستا سوال کردن که ما در خارج هستیم، فردا پنجشنبه روز عرفه هست و افغانستان روز جمعه را روز عرفه اعلان کرده. آیا ما فردا را روزه بگیریم یا جمعه را روزه بگیریم؟ فتوایی که دکتر عزیز عنیزی یکی از علمای برجسته سعودی هست و عضو هیئت کبار علما می باشد، جواب بری داده که فردا را شما روزه بگیرید، اجر و ثواب بزرگی دارد و عرفه معلوم است. و روز جمعه بر مبنای از اینکه حکومتتان مهتابی را ندیده و اعلان کرده که روز جمعه عرفه هست، بر اساس عدم رؤیت هلال شما آن روز هم روزه بگیرید، بناهن اجر و ثواب بزرگی داره و روز شنبه را روز عید کنید. از این لحاظ امر اختیاری هست. پس اگر کسی فردا پنجشنبه را روزه میگیرد، موافق از این که حجاج در عرفات هستند و روز عرفه معلوم است، روزه بگیرد. و کسی که روز جمعه را اگر روزه هم نمیگیرد اشکال نداره.